مهلت تطبیق قانون درباره عفو به انجام رسید. قانون عفو روز 9 سپتامبر در رسانه‌های رسمی نشر شد و باید تا 9 نوامبر تطبیق میشد، ولی قانون عفو امساله از ضد و نقیضی‌های زیاد را در پی داشت، از جمله اینکه چرا عزت امان حامی حقوق مهاجران عفو نشد حالان که اتهامی نسبتش اعلام شده به قانون عفو شامل میشد، و یا اینکه چرا گمانبران قضیه مدینه محمد جان و به شامل قانون عفو شدند و بعدا این قرار بیکار شد و هم منجر به برکناری سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا و همچنین معاون دادستانی ناحیه سینا گردید. برای روشنی انداختن به این سوالها مهمان ما هستند بختیار نصرالله، وکیل دفاع. خوش آمدید بختیار نصرالله. قضیه مدینه در آغاز گمانبران این قضیه شامل قانون عفو شدند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز نشد، اما بعدا این قرار بیکار شد. به نظر شما چرا چنین حالت پیش آمد؟ مقامات تفتیشات بار اول که تفتیشات کردند، همون متخصصان، مفتش، پروکوروری که این پرونده مواد در دست آنها بود وابسته به قضیه مدینه، شاید با آن ماده قانونگذاری جنایتی، کودکس جنایتی کرداری همون گمانبر شدگان را بندوبست کردند که آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو میافتد، یعنی باید که قانون عفو تطبیق شود. یعنی من گمان میکنم نسبت گمانبر شدگان از طرف مقامات تفتیشات بار اول برای رساندن یگان ضرر جسمانی یا شکنجه باید پرونده میشد و شاید بنابر زن بودن گمانبر شدگان و همچنین بنابر آنکه آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو میغلطد، آنها از آغاز پرونده جنایی نسبت همین گمانبر شدگان قرار رد برآوردگی. بعد مقامات های بالایی اگر به خلاصه آمدگی باشند که گویا در کردار آن گمانبر شدگان سوء قصد به کشتار است، قرار تفتیشات اوله رو مفتش اول رو بیکار کرده، با ماده نو پرونده جنایی آغاز کردن یا که عیب اعلام میکنن. این مسئله تاثیر کردن قانون عفو نسبت به این پرونده البته از طرف تفتیشات در این حالت مقامات پروکراتوری یا سود در آینده البته بررسی میشد. وابسته به اون که قانون عفو تطبیق میشد یا نمیشد، این مهم معما در قانون عفو نیست. معما در آن است که کرداری همون گمانبر شدگان با کدام طلبات قانون ماده قانون جنایتی بندوبست میشود. حالا نسبت آنهایی که مثلا در همین با ماده دیگر پرونده باز کردن با سوء قصد به کشتار نه و با دیگر ماده، آیا میتواند یکون چاره‌جویی قانونی شود، مثلا بجز از وظیفه آزاد کردن اون پرونده باز شد یا اون چیزی؟ این وقتی که نسبت آنها سنجش های خدمتی میرد، سنجش خدمتی ما البته اگر در کردارشون یکم طلب حرکت جنایتی دریافت کند، پرونده جنایی آغاز میکند. لیکن اگر فقط با خطاگی راه دادن، با یکم به سهلنگاری راه دادن اگر چنین شده باشد که قطع شده باشد پرونده، یعنی قرار غیر قانونی کرده باشند، البته احتمالات جزای انتظامی یا دیگر جزا هست. لیکن در همه حالت تا کردار جنایتی آنها اثبات نشود یا معلومات دقیق نشود، البته پرونده جنایتی مثلا آغاز نمیشد و زیر محاکمه است. من چنین حساب میکنم حالا آن زیر سنجش است. قضیه عزت امان، نزدیکانش وکیل دفاعش گفتند که ضرر را پورا برقرار کردند و باید عزت امان بر اساس قانون عفو به آزاده برآید، اما چنین حالت پیش نآمد و سود یا دادرس عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. به نظر شما چرا چنین حالت پیش آمد؟ جنایت هایی که خاراکتر اقتصادی دارند، یعنی از آن جمله قلابی، برای تطبیق قانون عفو یک محدودیت هست. محدودیت قانون عفو که همین سال 2021 نصر شد، محدودیت این پورا برقرار گردیدنی ضرر است. من که در آن پرونده اشتراک نمی کنم، اینی خود دقیق معلومات ندارم، اما همین رو گفته میتونم که از روزی که در رسانه ها نشان میدن گویا که یک قسمی ضرر حالا پورا برقرار نشده باشد، گویا که 232 سامان مانده باشد یا بیشتر مانده باشد. وقتی که ضرر برقرار نشد، البته سود بخشنی خلاص آمده که جزای حبسی تطبیق کند. لیکن اگر همین ضرر حاضر ما از معلومات هایی که در رسانه‌ای شدند، مسئله 232 سامان، ما معلومات عمیق نیست که
то давраи суд он то баромадани ҳукми суд он зарар барқарор шуда ҳуҷҷатҳои барқарор шаванда ба суд пешниҳод гардид ё ки баъди эълони ҳукм. агар баъди эълони ҳукм шуда бошад албатта ин аз тарафи ҳимоятчӣ ва худи маҳкумшуда Иззат Амон шикояти кассатсионӣ оварда шудааги ин дар коллегияи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мешавад, масъалаи кирдораш боз як бор бозбинӣ мешавад, масъалаи ҳукм барои он ки вай ҳоло эътибори ҳуқуқӣ нагирифтааст, эътибори қонунӣ нагирифтааст, дар он ҷо аз он ҷумла масъалаи татбиқи қонуни аф низ муҳокима мешавад. یعنی مهلت تطبیق قانون عفو خود نگذشته است؟ مهلت من شما گفتم پرونده عزت امان این پرونده دوام کرده است. این پرونده حال حل خود را نیافته است. حکم اعتباری قانونی ندارد. آن قانون عفو که مهلت دو ماه برای تطبیق شده این برای پرونده حل شده. آن نسبت آنهایی که علاقه جزا گرفته ادای جزا میکنند این پیش از همه باید در مدت 2 ماه قانون عفو تطبیق شود اگر جنایتشون به همان اگر قانون عفو تاثیر کند. اینچنین با آن پرونده‌ای که مقامات تفتیشات علاقه عیب اعلان کردن دو خلاصه آخرین خود را برآوردند یا سود که همین ماده که شخص اگر گناهکار گمانبر باشد اگر دیگر مسئله ها نباشد، مسئله هایی که باید که بررسی گردد از طرف تفتیشات یا سود باید که قانون عفو تطبیق شد. لیکن آن مسئله هایی که حالا حل خود را نیافتند، فرض کنیم پرونده های جنایتی هست که مسئله در تفتیشات است و در تفتیشات مقامات های تفتیشاتی این چی ارگان های کارهای داخلی میلیسیا، امنیت، агентии коррупсия дигар мақомотҳо ҳоли тафтишот давом карда истодасу масъалаи татбиқи қонуни аф дар ихтиёри мақомоти судӣ аст. мувофиқи ҳамин қонун дар ин ҳолат ин парванда давом кардан мегирад. вақте ки парванда ба суд ирсол мешавад, суд баъд ба хулоса мебиёд ки нисбати ӯ қонуни аф татбиқ гардад нисбати ҳамин парванда ё татбиқ нагардад. ин масъалаҳое ки پرونده حال حل خود را نیافته است، دوام کرده ایستاده است. نسبت گمانبر شدگان، نسبت عیبدار شوندگان، نسبت شوندگان قانون عفو همون روزی که سند سودی میبرد یا همون روزی که مقامات پروکراتور قرار آخرین خلاصه آخرین خودش میبرد همون وقت تطبیق میگرد. یعنی اگر درست فهمیده باشم حالا هم عزت امان حق دارد که بر اساس قانون عفو به آزادی برآید؟ البته این جامعه نباید چنین گمان کند که مهلت 2 ماه گذشت دیگر مسئله تطبیق قانون عفو تمام حل شده است. نه خیلی نه، پرونده عزت امان حال انجام نیافته است. باید در مرحله کاساسیونی یعنی مرحله دوم بررسی سودی قرار دارد. حکم از نو بررسی میشد، از اون جمله تطبیق قانون عفو هم در همونجا محاکمه میشد. این بار چندم است که در تاجیکستان قانون عفو اعلان می شود؟ به نظر شما همچنین وکیل دفاع تا کجا در تطبیق قانون‌های عفو در تاجیکستان شفافیت تأمین است؟ وقتی که تفتیشات برد، وقتی که میشد البته خطاگی ها میشد، کمبودی ها میشد. حالت های بود که قانون عفو تطبیق شده بود. این من در نظر دارم تجربه قانونی کنه بعد مقامات های بالایی یا سود به خلاصه هم بدونن که قرار نادرست تطبیق شده است، بیکار شدگی بود. یا حالت‌هایی بود که وقتی بررسی قانون عفو هم مقامات‌های وکالتدار به خلاصه آمده بودند که قانون نباید تطبیق شود، لیکن بعدتر از طرف مقامات‌های بالای آن از نو بررسی بازبینی شده قانون عفو تطبیق شده بود. البته این حالت‌ها هست.